نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال و تلاوت آیات کلام الله مجید و تدبر در معانی آن و عمل به دستوراتش زیباتر از روزهای و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله رو سپاس از اینکه بار دیگر توفیق نهاد تا در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم با سوره دیگر از کلام الله مجید و شرح معانی آیات آن. سوره مبارکه صف 61مین سوره قرآن کریم که از سوره هایی است که در مدینه منوره نازل شده است. الله متعال در این سوره مبارکه درس های بسیار زیادی برای من و شما دارد. این سوره نامش مشخص هست، صف، اشاره داره به همون صفی که ما در فارسی هم استفاده میکنیم با همین تعبیر و همین معنا، وقتی که یک عده‌ای در پیش الله متعال صف میکشند و برابر و کنار هم می ایستند برای عبادت الله متعال. الله متعال در این سوره میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم و هو العزیز الحکیم. تسبیح میگویند برای الله متعال هر آنچه در آسمان است و هر آنچه که در زمین است. هر آنچه در آسمان و زمین است، تمام موجودات، تمام مخلوقات الله متعال به تسبیح الله متعال مشغول هستند و هیچ ذره ای در کائنات نیست مگر اینکه به تسبیح الله متعال و حمد او و ستایش او و تنزیه او از هر نقص و عیب مشغولند، اما شما زبان آنها را نمیدانید. الله متعال برای ما از یک حقیقتی پرده برمی‌داره که ما اون رو متوجه نمیشیم، اما الله متعال به خوبی میداند. همه آسمان ها و زمین و ذره ذره عالم به تسبیح الله متعال و حمد الله متعال و عبادت الله متعال مشغولند. و هو العزیز الحکیم، و او ذاتی است که با عزت است، غالب است و برای انجام کارهای خود هیچ جا نیازی به کسی ندارد. الله متعال در انجام کارهای خود هیچ کاری نیست که الله متعال عاجز بمانه در انجام او. و هو العزیز یعنی برای انجام هر کاری هر وقت که اراده بکنه قدرتمند است و غالب است و او حکیم است، حکمت داره. بسیاری قدرت دارن اما حکمت ندارن و یا حکمت دارن اما قدرت انجام اون حکمت خود رو ندارن. اما الله متعال این گونه نیست. الله متعال غالب چیره است که عاجز نمیماند در انجام کارهای خود و حکیم است، خوب میدانه که چه کار انجام بده. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مؤمنان، ای بچه مسلمان، ای کسی که ایمان داری به الله متعال و قرآن کریم و رسول الله صلی الله علیه و سلم، لم تقولون ما لا تفعلون. چرا میگویید چیزی رو که انجام نمیدهید؟ چرا چیزی میگی که انجام نمیدی؟ الله متعال ما رو منع میکنه از اینکه فقط اهل شعار دادن باشیم، اهل ادعا کردن باشیم. الله متعال دوست داره تا بنده مؤمن عمل بکنه، بیشتر از اینکه حرف میزنه عمل بکنه. اسلام دین عمل است. اسلام تنها ادعا کردن نیست. اسلام تنها این نیست که انسان به زبان کلمه رو بیاورد و در عمل
خلاف اون رو عمل بکنه. لما تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی میگویید که عمل نمی کنید بهش؟ و میفرماید در سوره مبارکه بقره آیه 44 تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. آیه دیگران رو به کار خیر و کار امر به معروف و نهی از منکر امر میکنید و دعوت میکنید و خودتون رو فراموش میکنید، دیگران رو به نیکی سفارش میکنید و خودتون رو فراموش میکنید. اینطور نشه که توی مسلمان دیگران رو دعوت بکنی به کار خیر اما خودت رو فراموش بکنی، خودت خلاف آنچه که به دیگران میگی عمل بکنی. و شعیب علیه السلام فرمود و ما اريد ان اخالفکم الی ما انهاکم عنه، من نمیخواهم که مخالفت بکنم با آن چیزی که شما رو از اون نهی میکنم. وقتی حرف تو در دور بریهای تو و در میان جمعی که اطراف تو هستن خریدار پیدا میکنه که در عمل هم اون رو نشون بدی. مردم بیشتر از صحبت من تو به عمل و رفتار من تو دقت میکنن و نگاه میکنن. باید یک قرآن عملی باشی، یک قرآن دو پایی که راه میره روی زمین. بیشتر از شعار دادن باید عمل کرد. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله، بسیار مبغوض است نزد الله متعال ان تقولوا ما لا تفعلون، که چیزی رو بگی که خودت بهش عمل نمی کنی. این صفت نزد الله متعال مذموم است. الله متعال این صفت رو دوست نداره که شما حرفی بزنی و در میدان عمل خلاف اون رو عمل بکنی، چیزی رو ادعا بکنی که عمل نمی کنی. الله متعال دوست داره وقتی تو حرفی میزنی اون حرفی رو تو در میدان عمل هم ثابت بکنی. الله متعال عمل تو رو میخواد، نه شعار دادن تو و ادعای کردن تو رو. وقتی که دوست داری، وقتی که آرزو میکنی اگر من میبودم در زمان رسول الله علیه السلام این گونه میکردم و این گونه میکردم و دفاع میکردم و جهاد میکردم، اگر من امروز دستم برسه این کار رو میکنم و این کار رو انجام میدم و این کار رو انجام میدم. الله متعال میفرماید من شعار دادن رو خوشم نمیاد. این بسیار مبغوض است نزد الله تعالی که شعاری بدی که بهش عمل نکنی، بلکه الله متعال از تو عمل میخواد، عملی که حتی به قیمت جان تو تمام بشه، عملی که در او تو نشان بدی ایمان خودت رو به الله متعال با تک تک سلول های بدنت و تمام وجودت. اون لحظه ای که در مسیر جهاد قرار میگیری و سینه سپر میکنی در برابر دشمن تا دشمن جان تو رو از تو بگیره و به پیش الله متعال تقدیم بکنی جان خودت رو. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله متعال دوست دارد. ان الله يحب الذين، الله متعال اینها رو دوست داره. الله متعال اینها محبوبان الله متعال هستند. کی؟ چه کسانی رو الله متعال دوست داره؟ مالک الملک ذو الجلال و الاکرام، اون ذاتی که عظیم است دوست داره بنده ای رو، یک مخلوقی رو دوست داره. اگر میخوای از جمله محبوبان الله متعال بشی ادامه آیه رو گوش کن. الذين يقاتلون في سبيله صفا، کسانی که در مسیر الله متعال و در راه الله متعال می جنگند، با سلاح جان خود رو به کف گرفتن و مال خود رو در میدان گذاشتن، با خانه و خانواده رو ترک کردن و شهر و دیار رو پشت سر گذاشتن و تمام آنچه که دل بستند رو به الله سپرده اند و عزیزترین شیء زندگیشان که وجودشان است رو به کف گرفتن برای شیئی عزیزتر از آن ایمان به الله متعال، رضایت الله متعال، و در میدان جهاد صف کشیده اند کنار هم که انهم بنیان مرصوص، گویی که اینها یک بنایی در هم پیچیده و مستحکم هستند، بنایی فشرده، دیواری سربی، اینها دیواری از فولاد و آهن. گویی که اینها چنان کنار هم صف ایستادن و محکم به هم چسبیدن که گویی که اصلا دیواری سربی است، دیواری که از سرب و یک ذره خلل در وجود نداره و مستحکم کنار هم ایستادن. اتحاد رمز موفقیت است. اتحاد، الله متعال اینجا به من و شما یادآوری میکنه که موفقیت شما در یک دستی شماست و در اتحاد شماست. بنیان و مرصوص، صفی که به مانند بنیان مرصوص است. کنار هم بایستید و به هم بچسبانید بازوهای خودتون رو و قلبهای خود رو به هم نزدیک بکنید و در دل نسبت به یکدیگر چیزی نداشته باشید ای مؤمنان تا پیروز بشید. الله متعال موقع شما رو دوست دارد. الله متعال موقع شما رو نصرت خواهد کرد. کسانی که در راه الله متعال جهاد میکنند، جهادی که با اتحاد است. اتحاد رمز موفقیت جهاد است و یک دستی و یک پارچگی. اگر در غیر این صورت باشه، اگر اتحاد نباشه، اگر یک دستگی نباشه، اگر یک پارچگی نباشه،
در صف جهاد، در عبادت‌ها، در همپیمانی‌های مسلمان‌ها با هم دیگه، اون موقع شکست به وجود خواهد آمد. اون موقع شما ذلت به سراغ شما خواهد آمد، ولو اینکه پیامبری به مانند موسی علیه السلام هم همراه شما باشد. و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم. و بیاد آورید آن لحظه‌ای که موسی علیه السلام به قوم خود گفت ای قوم من، چرا منو اذیت میکنید و به خوبی میدانید در حالی که من رسول الله و فرستاده الله متعال و پیام رسان الله متعال به سمت شما هستم. بیاد آورید قوم بنی اسرائیلی رو که موسی علیه السلام رو آزار دادن، حاضر نشدن در میدان جهان وقتی که به اونها گفته شد ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، وقتی که موسی علیه السلام به اونها گفت داخل بشید به سرزمین مقدس فلسطین و بیت المقدس رو آزاد بکنید، اما اونها چه گفتن؟ اونها ترسیدن، حاضر نشدن که در میدان جهاد جان رو به کف بگذارن، یک دست به مانند صفی، به مانند دیواری سربی در کنار پیامبرشون، در پشت سر پیامبرشون حاضر بشن و در میدان جهاد داخل بشن و گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. گفتن ای موسی تو خدای تو برید بجنگید و ما اینجا نشسته ایم و کاری به کار شما نداریم. شما به مانند موسی علیه السلام نشید و به مانند یاران موسی علیه السلام موسی علیه السلام رو ترک نکنید. به مانند اون کسانی که از بنی اسرائیل به پیامبرشون ظلم کردن به مانند اونها نباشید. موسی علیه السلام رو تنها نگذارید، پیامبرتون رو تنها نگذارید، دین و باور و ایمانتون رو به کف بگذارید و پشت سر نگاه نکنید و برید و بگید که ما داخل نمیشیم و ما میترسیم. مواظب باشید که به مانند یاران موسی علیه السلام نشید که اگر این گونه شدید فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وقتی که آنها منحرف شدن، از مسیر خارج شدن و موسی علیه السلام رو تنها گذاشتن، الله متعال هم قلبهای اونها رو، الله متعال هم دلهای اونها رو منحرف کرد. این گونه بود که به رستگاری نرسیدن. 40 سال تمام یتیهون فی الارض، سرگردان در وادی سینا میچرخیدن و به مقصد نرسیدن و اونها به خاطر اینکه موسی علیه السلام رو تنها گذاشتن این بلا سر اونها آمد. این گونه نشه که شما هم به مانند اصحاب موسی علیه السلام بشید که اگر قلبهای شما منحرف شد در به در میشید. این به خاطر آن بود که اونها از مسیر اطاعت از پیامبرشون منحرف شدن. والله لا یهدی القوم الفاسقین، و الله متعال قوم فاسق رو هدایت نخواهد کرد، اونها رو به حق رهنمون نخواهد ساخت. حکایت بنی اسرائیل حکایت عجیبی است. حکایت گمراهی و ضلالت بنی اسرائیل ادامه داشت. بعد از موسی علیه السلام پیامبر دیگری آمد، عیسی علیه السلام. اونها عیسی علیه السلام رو هم این گونه آزار دادن. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل، آن لحظه ای رو به خاطر بیاورید که عیسی پسر مریم به قوم خود گفت ای بنی اسرائیل، ای فرزندان یعقوب علیه السلام، انی رسول الله الیکم، من فرستاده الله متعال به سمت شما هستم، مصدقا لما بین یدی من التوراه، و تایید میکنم آنچه رو که قبل از من آمده، پیش من بوده است از تورات، پیش از من و قبل از من آمده از تورات. من تورات رو کاملا تایید میکنم، آنچه که موسی علیه السلام در تورات آورده بود و چیز جدیدی و آیین جدیدی نیاوردم، تکمله آن کاری رو که موسی علیه السلام انجام داد دارم انجام میدم و بعد از من هم این مسیر ادامه خواهد داشت. و مبشرم به رسول، و من شما رو بشارت میدم به بعد از خود، به رسولی، به پیام رسانی، به پیامبر عظیمی که بعد از من خواهد آمد. یأتی من بعدی، بعد از من خواهد آمد، اسمه احمد، نام نازنین آن پیامبر احمد است. در آسمان ها احمد نامیده می شود و در زمین محمد صلی الله علیه و سلم نام دارد. رسول الله علیه السلام رو عیسی علیه السلام در تورات، در انجیل و موسی علیه السلام در تورات بشارت داده بودند. رسول الله علیه السلام را انبیای الهی قبل از ایشان بشارت دادن. نام رسول الله علیه السلام بر زبان عیسی علیه السلام جاری شده است و عیسی علیه السلام بشارت داد که پیامبری بعد از من خواهد آمد که نام او احمد است. فلما جاءهم، اما وقتی که پیامبر اکرم علیه السلام مبعوث شد و در بین همین بنی اسرائیلی که منتظر بودند که پیامبر آخر الزمان
از بین اونها مبعوث بشه و از بین اونها باشه و یهودیانی به مدینه منوره هجرت کردند فقط به این خاطر که پیامبر آخرالزمان از اونها باشه. اما فلما جاءهم بالبینات، اما وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم، وقتی که آن پیامبری که انبیای الهی به او بشارت داده بودند و آمد با دلایلی واضح و آشکار و روشن، قالوا هذا سحر مبین، و گفتند این سحر آشکاری است. قرآن رو سحر نامیدن، رسالت رسول الله علیه السلام رو سحر نامیدن، دعوت رسول الله علیه السلام رو سحر نامیدن و خودشون رو ساحر. و این ظالمان این گونه تهمت بستن به الله متعال و افترا زدند در رسالت پیامبرش وقتی که انکار کردن رسالت رسول الله علیه السلام رو. و من اظلم، و کیست ظالمتر، ممن افترا علی الله الکذب، از اون کسی که افترا می‌بندد به الله متعال و تهمت ناروا نسبت می‌دهد به دروغ، و هو یدعى الی الاسلام، در حالی که اون شخص دعوت می‌شود به سمت اسلام و توحید و وحدانیت و یگانگی. این انسان ظالم به جای اینکه این دعوت رو قبول بکنه برای الله متعال شریکانی قرار میدهد، برای الله متعال انداد قرار میدهد، مسیر توحید رو منحرف میکنه و به شرک مبتلا میشه و رسالت خیر المرسلین خاتم الانبیا علیه السلام رو نمیپذیره. کی ظالمتر از این انسان؟ ظالمتر از این انسان کسی هست، کسی که حق رو میداند، کسی که حق رو میشنوه و قبول نمیکنه. و من اظلم ممن افترا علی الله الکذب و هو یدعى الی الاسلام والله لا یهدی القوم الظالمین. الله متعال رهنمون نخواهد ساخت قوم ظالم رو به حق و حقیقت. الله متعال اینها رو هدایت نخواهد کرد. اینها اهل شرکن، ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم بسیار عظیمی است. مشرکین ظالمن، الله متعال اینها رو هدایت نخواهد کرد. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، اینها به زعم باطل خود میخواهند که نور الله متعال، نور توحید رو، نور قرآن و رسالت رسول الله علیه السلام رو با دهان خودشون، با زبان خودشون خاموش بکنن. حکایت اینها به مانند حکایت کسی است که با زبان خودش و با پف دهان خودش قصد داره تا نور خورشید رو خاموش بکنه. اون نور خورشید که یکی از مخلوقات الله متعال هست رو آیا کسی میتواند که با دهان خود خاموش بکنه؟ وقتی این امکان وجود نداره، هرگز کسی موفق نمیشه که نور خورشید رو با دهانش خاموش بکنه، چگونه نور الله متعال رو که نور آسمان ها و زمین است میتواند که خاموش بکنه؟ یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره، الله متعال تمام کننده نور خود است. ولو کره الکافرون، ولو اینکه کافران ناپسند بدانند و نپسندند از اینکه الله متعال دعوت توحیدی خود را به مقصد برساند، از اینکه الله متعال آنچه رو که اراده دارد محقق بسازد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، او الله متعال آن ذاتی است که رسول خود را با حق و حقیقت و هدایت فرستاده است. و دین الحق، و دین او دین حق است. ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد الله تعالی اسلام است. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین، هر کسی که غیر از اسلام دین دیگری را برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و او در روز قیامت از جمله زیانکاران خواهد بود. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، هرگز از او قبول نخواهد شد. دین الله متعال دین حق است. الله متعال میفرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، پیامبر خود را با حق و حقیقت و دینی بر حق فرستاده است. چرا؟ لیظهره علی الدین کله، تا این دین اسلام، این دینی که با رسالت رسول الله علیه السلام به اکمال رسید و به اتمام رسید و از طرف الله متعال مورد تأیید قرار گرفت، بر تمام دینهای دیگر غالب شود و چیره شود و حکم الله متعال در بین مخلوقاتش جاری گردد. ولو کریه المشرکون، ولو این که مشرکان نپسندند. قصه نخور، فکر نکن که مشرک کافر هر چقدر قدرت داره، هر چقدر که سلاح داره، هر چقدر که توانمندی داره، هر چقدر که نقشه میکشه، میتونه و میتواند که نور الهی رو خاموش بکنه. آیا این همه دشمنی در طول تاریخ 1400 و اندی سال از اسلام سبب شده تا اسلام ضعیف بشه؟ بلکه مسلمان ها روز به روز بیشتر و بیشتر و بیشتر میشن. هرچه دشمنان اسلام بیشتر میشن،
اسلام قوی تر میشه، اسلام بیشتر میشه، گسترش اسلام بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. ولو کریه الکافرون ولو کریه المشرکون، ولو اینکه کافران ناپسند بدانند، ولو اینکه مشرکان نپسندن، این اتفاق خواهد افتاد. اما وظیفه من و توی مسلمان چیست؟ در دفاع از دین الله متعال، در تطبیق احکام الهی، در اینکه سرباز خوبی در راه دین باشیم و به مانند اصحاب موسی و به مانند بسیاری از کسانی که پیروان نادرستی برای عیسی علیه السلام بودند، به مانند اونها نشیم. من و شما اون صفی باشیم که در راه الله متعال با یک دل و در کنار هم به مانند دیواری سربی قرار گرفتند. اگر بخوایم اون گونه باشیم، باید یک تجارتی رو با الله متعال شروع بکنیم، تجارتی عظیم که این تجارت ما و شما رو نجات خواهد داد. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، هر ادلکم، آیا بر شما را دلالت نکنم، بر راهنمایی ننمایم، علی تجارت، بر تجارتی که تنجیکم من عذاب علیم، شما را نجات خواهد داد از عذابی بسیار دردناک. تجارتی که اگر میخوای موفق باشی، اینجا باید سرمایه گذاری بکنی. کسانی که میخواهند با الله متعال تجارت بکنن، کسانی که میخواهند با کریم، با رحیم، با رحمان و رحیم، با کسی که خالق آسمان ها و زمین است، با مالک یوم الدین تجارت بکنن، این آیه رو مد نظر داشته باشن. تؤمنون بالله، شرط اول اینه که ایمان بیاری بر الله متعال و رسوله، و به پیامبرش ایمان بیاری، آنچه که در قرآن آمده است و آنچه که در سنت رسول الله علیه السلام همه را بپذیری و قبول بکنی. و تجاهدون فی سبیل الله، در راه الله متعال جهاد بکنی، به اموالکم و انفسکم، با مالهای خودت، با جان خودت در راه الله متعال جهاد بکنی. نترس از اینکه در مسیر الله متعال کشته بشی، نترس از اینکه در مسیر الله متعال به زندان بیفتی، نترس از اینکه به خاطر دعوت، به خاطر توحید، به خاطر دینت مجبور به هجرت بشی. انقدر مال دنیا در قلب تو رخنه نکنه که به خاطر مال دنیا الله متعال رو فراموش بکنی. همسر، فرزندان، خانواده و خویشاوندان، دوستان و آشنایان، شهر و دیار سبب نشه تا حکم الله متعال رو فراموش بکنی و نادیده بگیری، بعد همه تن بیای داخل بشی. حتی جانت رو و مالت رو باید در این راه فدا بکنی. ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم، الله متعال میخرد از مؤمنان جانهای آنها و مالهای آنها رو. یقاتلون فی سبیل الله، کسانی که در راه الله متعال جهاد میکنن، میجنگن. فیقتلون و یقتلون، کشته میشوند و میکشند. اینها کسانی هستند که الله متعال با اونها تجارت کرده و الله متعال با اونها معامله میکند، معامله‌ای که در مقابلش الله متعال به اونها وعده داده جنت الفردوس رو، وعده‌ای که در تورات و انجیل و در قرآن ذکر شده است. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم. بعد از ایمان به الله و رسولش با مال و جان خودتون جهاد بکنید در راه الله متعال. ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتر است اگر حقیقت را بدانید. یغفر لکم ذنوبکم، خوبی این کار اینه که الله متعال تمام گناهان شما را میبخشد. و یدخلکم جنات، و شما رو در مقابل آن نعمتهایی که از دنیا نادیده گرفتید و فراموش کردید، به خاطر اون خانه‌ای که رها کردید، به خاطر دوستان و آشنایانی که پشت سر گذاشتید، به خاطر لذت‌هایی که در این دنیا از دست شما رفت، الله متعال برای شما جبران میکنه. یدخلکم جنات، شما رو در باغ‌هایی در جنت داخل خواهد کرد. تجری من تحتها الانهار، که از فرودست کاخهای آن نهرها جاری است. در این باغ‌ها نهرهای عجیبی جاری است، نهرهای مختلف با طعم‌های مختلف، فضای غیر قابل تصور که هیچ غمی در آن نخواهد بود و هیچ حزنی و هیچ کمی و اندوهی و هیچ پایانی. و مساکن طیبة فی جنات عدن، و همچنین خانه‌های بسیار آراسته و خانه‌های بسیار زیبا و پاک و مناسب برای شما در جنت فردوس، در جنتی که جاودانه خواهید ماند و پایانی نخواهد داشت. چون مجاهد در این دنیا خانه و خانواده خود رو ترک کرده، بستر آرام خودش رو نادیده گرفته و رفته در کوه و دشت، در سرما و گرما
بسترش شده خاک سرد و سنگهای کوهستان و پتوی او آسمان است و سرمای بیرون و یا گرمای سوزان. این انسان باید از طرف الله متعال مورد تقدیر قرار بگیره. برای او کاخهای در نظر گرفته شده در جنت الفردوسی که دیگر پایانی نیست. یکی از زیباترین وعده های الله متعال در جنت پایان ناپذیر بودن جنت است. جنتی که همیشگیه و دائمیه و حزنی در اون نیست و غمی در اون نیست و جدایی دیگر در اون معنایی ندارد، پایانی نیست، بیماری نیست و از همه مهمتر مرگ نیست و مهمتر از همه اینها رضایت الله متعال رو خواهد داشت و ملاقات الله متعال. ذلک الفوز العظیم. این فوزی بسیار عظیم است، رستگاری عظیم و حقیقی این است. و اخرى تحبونها، غیر از این در این دنیا هم الله متعال آنچه که دوست دارید را به شما وعده میدهد. نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین، نصرتی از جانب الله متعال و پیروزی که نزدیک خواهد بود و بشارت‌هایی بعد از آن پیش روی شماست. اینها همه با جهاد در راه الله متعال، با تلاش در راه الله متعال و فداکاری در راه الله متعال حاصل خواهد شد. نصر من الله و فتح قریب، فتحی که نزدیک است. اگر همدل شدید، اگر شما به مانند بنیان مرصوص در راه الله متعال به جهاد پرداختید، همه شما در یک صف کنار هم دوش به دوش هم با یک قلب واحد در مسیر الله متعال به جهاد پرداختید، اون موقع موفق خواهید شد. الله متعال شما رو دوست داره و نصرت خواهد کرد و به شما فتح قریبی رو وعده داده است و نصرت میکنه شما رو و پیروزی نصیب شما خواهد شد و بشارتی که بعد از آن به سراغ شما خواهد آمد. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، ای کسانی که ایمان آورده اید نصرت کنید الله متعال رو، یاوران خوبی برای دین الله متعال، برای رسالت نبی الله متعال باشید، برای سنت رسول الله علیه السلام باشید. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، همان گونه که عیسی پسر مریم علیه السلام وقتی که به حواریین افراد خاص خود گفت که من انصاری الی الله، کی یاور من و نصرت دهنده من در مسیر الله متعال خواهد بود. قال الحواریون، حواریون گفتن نحن انصار الله، ما تو رو نصرت میکنیم و در مسیر الله متعال با تو خواهیم بود. یا عیسی فآمنت طائفة من بنی اسرائیل و کفرت طائفه، عده‌ای از بنی اسرائیل به ایمان آوردن و با او رو نصرت کردن و عده‌ای دیگر کافر شدن و پشت کردن. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم، اما کفر آنها ضرری به این حقیقی پیروان عیسی علیه السلام و پیروان واقعی عیسی علیه السلام نزد و الله متعال عیسی علیه السلام و یاران حقیقی او را بر دشمنانش پیروز گرداند. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاهرین، پس من الله با عظمت تأیید کردم کسانی رو که ایمان آورده بودند و نصرت کردم بر دشمنانشان. فاصبحوا ظاهرین، پس اینها غالب شدند و چیره شدند و پیروز شدند بر دشمنان خود. خلاصه صحبت این است که الله متعال من و شما میفرماید مرد عمل باشید و فقط شعار ندید و در میدان واقعا با جان و مال خودتون داخل بشید، مردانه به میدان بیایید، با یک دل واحد در کنار هم در یک صف به مانند بنیان مرصوص دیواری سربی همه بیایید و در راه دین الله متعال، تجارتی که شما را نجات میدهد فراموش نکنید و در راه الله متعال قدم بگذارید و مردانه جان خود را به کف بگذارید و برای الله متعال تلاش کنید که برای شما الله متعال خنکای چشمی آماده کرده است، نصرتی آماده کرده است، فتحی نزدیک و بشارتی عظیم که جنت است در انتظار شماست. بشتابید به سوی این عبادت ها. لما تقولون ما لا تفعلون، نباشه شعار بدید و عمل نکنید، مرد عمل باشید نه مرد شعار دادن. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید همه شما عزیزان رو نهایت سپاس و تشکر رو دارم. بعد تا برنامه بعد به الله متعال می سپارم. الله یار و نگهدار شما. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي
السبيل إلى المعالي.